سلام. امروز درباره حادثه صحبت میکنیم که پیر و جوان در تاجیکستان درباره آن گپ میزنند و هم در بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص روسیه درباره نقش احتمالی شهروندان تاجیکستان در قتل 140 نفر در تالار کنسرتی کراکوس در کنار مسکو. این دفعه میبینیم که شهروندان روسیه درباره بازداشت 4 تاجیک که به قتل مردم بیگناه متهم میشوند چی میگویند. شرحها را اکثرا از وبسایت رادیو سوابودا و یا بخش روسی رادیو زودی گرد آوردیم و از شرح ناتالیا سرکووا شروع میکنیم که با اشاره به بریدن گوش سید اکرم رجب علی زاده یکی از متهمان به حمله چنین نوشته است: اگر روز گوش شما را هم ببرند به احتمال زیاد فوراً اعتراف میکنید که اسامه بن لادن هستید. بر علاوه بریدن گوش میخواستیم مفتشان برای یافتن دلیل‌های گناهکار بودن تاجیکان زحمت بکشند، اما این کار نکردند. دادگاه پس درهای بسته صورت گرفت، خبرنگاران را بیرون کردند. اگر باور دارید حق بر شماست، پس چرا خبرنگاران را میرانید؟ کاربر دیگری به نام ولادیمیر بوگوگراد در وبسایت بخش روسی رادیو زودی نوشته است که هیچ باور ندارد شهروندان تاجیکستان عملی تروریستی را انجام دادند. شرحی او دراز است ولی پارچه آن را همراه می‌خوانیم. این تاجیکان مثل بیبی من تروریست هستند. همه این را فیسبی و با دستور پوتین ترتیب داد. در کراکوس شعبه پلیس است. آنجا اسلحه نگه می‌دارند. اما یگان مأمور پلیس برای نجات مردم نرفت که تروریستان به آنها حمله کردند. فقط 4 نفر. پلیس گریختن را اولاتر دانست. آنها به جای محافظت مردم گریختند تا خود را نجات دهند. یکی دیگر از کاربران با نام اولگ دماسکین هم شبهه کرده است که چگونه 4 نفر می توانستند چنین حمله خونین و عظیم انجام دهند و با اشاره به سن و سال و از خانوادگی متهمان به حمله چنین گفته است: با نظرداشت تصویر متهمان که یکی 19 ساله، دیگری صاحب یک سیل فرزند، سومی سرتراش، میتوان گفت که آنها بندیت‌های با تجربه نیستند ولی مثل قاتلان کسبی عمل کردند. در مدت کوتاه ضرر عظیمی رسانیدند و از جای جنایت غیب زدند. اینجا چیزی درست نیست. بسیاری از تحلیلگران اسلامگرایی و گروه‌های افراطگرای اسلامی میگویند که حمله در واقع کار دست داعش هست و جلب جوانان تاجیک به این سازمان و شرکت آنها در عمل‌های تروریستی گپی نو که نیست. در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی چه از حساب کاربران روس و یا از حساب کاربران تاجیک کم نیستند که آنها نوشتند باور دارند که جوانان تاجیک در عمل تروریستی دست داشتند. شرح یکی از کاربران که خود را در فیسبوک رادیو زودی قربان ستار معرفی کرده است چنین است: آنها خونسردانه آدمان بیگناه را کشتند. او خودش گفت که برای 500,000 روبل. به سبب همین ناکسان ما به کوچه برآمده و با مردم صحبت کردن نمیتوانیم. ملت کهن بنیاد و سربلندی ما را شرمسار کردند. اکنون با آنها تا آخر عمر مثل حیوان رفتار خواهند کرد. در این بین بسیاری ها رفتار ماموران امنیتی روسیه را سخت تنقید کردند که شهروندان تاجیکستان را به حد بیرحمانه زدند که یکی از آنها از راه رفتن مانده است. استانیسلاف دیمیتریوسکی یکی از کاربران گفته است با نظرداشت بدرفتاری و بیرحمی ماموران امنیتی روسیه باور کردن سخت است که افراد بازداشت شده تروریست هستند. دیگر به جای رسیدیم که شکنجه در روسیه را قانونی کردند. کاری که همیشه میکردند و از اعترافش خجالت میکشیدند حالا با افتخار در تمام کشور نشان میدهند. از بریدن و خوراندن گوش تا به برق ماندن. لطوکوب که معمولی است. امروز نوبت تروریستان، فردا اگنت های خارجی، پس فردا نوبت هر کسی که قیافش به رفیق معیار معقول نشد. ضمناً از کجا میدانیم که دستگیر شدگان در حقیقت تروریست هستند؟ از فیسبی روسیه که شکنجه میکند، گوش میبرد و مجبور میکند که آن را بخوری؟ سوید یاسنی یک کاربر دیگری با تنقید سخت مقامات روسیه برای بدرفتاری و شکنجه متهمان به انجام عمل تروریستی در کراکوس گفته است امید ندارد که روسیه روز کشوری عاری از این نوعی بی‌عدالتی ها و زوراوری باشد. شرحش چنین است: کجای روسیه بزرگ و نازنین، کشوری آسوده و خوشبخت، بی جلادان و مردم آزاران، بی جنایتکاران جنگی و بی دیکتاتورهای ستمگر. این گونه کشور هیچگاه نبود و نمی شود. نظر شما به این گفته ها و دست داشتن احتمالی شهروندان تاجیکستان در حمله تروریستی به کراکوس چی هست؟ اگر خواستید بنویسید، اگر نه اختیار دارید. آزادی آنلاین به پایان رسید. من طاهری سفر هستم و اینجا رادیو آزادی است.